بنا به اطلاع دریافتی، دادگاه پرونده های جنایتی نوعی سمرقند ازبکستان روز 22 دکبر سال 2023 امینه شرف‌الدینова آموزگار محقق و فعال توجیک را که برای حفظ زبان و فرهنگ توجیکی در سمرقند مبارزه می‌برد برای سخنوش در فیلم مستند گردآفرید فرهنگی درباره کم شدن شماره مکتب‌های توجیکی در ازبکستان به مبلغ بیش از 23 میلیون سوم یا نزدیک $2000 جریمه بسته است. فیلم مستند گردآفرید فرهنگی 3 ماه قبل از جانب ژورنالیستان شیروان عمرالدین و عادل ناظر برای کانال پریس تیجی به مناسبت 60 سالگی امینه شرف‌الدینova تهیه شده بود. گردآفرید اسم یک زن قهرمان شاهنامه است که در تفسیر فردوسی در میدان جنگ برابر مردان می جنگید و از یگان پهلوان مرد کمی نداشت. در دادگاه دادرس امینه شرف‌الدینova را ادعا کرده است که گویا در این فیلم گفته باشد که در ازبکستان به رشد فرهنگ زبان توجیکی امکان نمیدهند و شماره مکتب‌ها و صنف‌های توجیکی به مراتب کم شده است. اما شرف‌الدینova بلافاصله بعد مرافعه دادگاهی در یک ویدیو خبر داد که دادگاه او را بر اساس ماده 104 علاوه 4 کودکس قانونشکنی‌های مأموری ازبکستان در تهیه، نگهداری یا پنهان کردن موادی که نزاع ملی، نژادی، قومی و یا دینی را ترغیب می‌کند گناهکار شناخته به مبلغ بیش از 23 میلیون سوم جریمه بسته است. امینه شرف‌الدینova به آنهایی که به نشان حمایت از او به دادگاه آمدند اظهار سپاس کرد و گفت مرا برای کدام یک سخنانم که گویا مخالف سیاست و ایدئولوژی حکومت بودند جزا دادند، ولی من هیچ نفهمیدم که چه کار خطا کردم. من گفتن نمیتوانم که فرمایشگر این پرونده به ضد من که بود و که از جزا دادن من خیلی خرسند شد، ولی من در دادگاه حس کردم که آدمانی بودند که قلبشان برای عدالت میتپید و آنها برای قانونیت مبارزه میبرند. من از همه اونهایی که در اینجا در میمونی بودن مرا فهمیده برای حمایت به دادگاه آمدند. اینجا مردم زیادی آمده بود و آنها نه فقط برای حمایت از من بلکه برای حمایت از همه ما و برای حمایت از مبارزه ما اینجا آمده بودند. امینه شرف‌الدینova سال 1963 در دهه گلبوغ نوعی سمرقند به دنیا آمده. سال 1980 مکتب میانه رقم 95 سمرقند را با مدال طلا و سال 1984 رشته زبان و ادبیات توجیک دانشکده آموزگاری سمرقند به نام صدرالدین عینی را با دیپلم با امتیاز به اتمام رسانیده است. و سال 1984 فعالیت آموزگاری را در مکتب رقم 47 نوعی سمرقند آغاز کرده قریب 40 سال سابقه آموزگاری دارد. امینه شرف‌الدینova همچنین برای مبارزه‌هایش برای حفظ زبان و فرهنگ توجیکی در سمرقند، افزایش صنف‌ها و مکتب‌ها به زبان توجیکی و زیاد کردن شعبه‌ها با زبان توجیکی در مکتب عالی ازبکستان از جمله در دانشکده و دانشگاه‌های سمرقند نام برآورده است. بسیاری‌ها بر اینند که این فعال توجیک سمرقندی را محض برای مبارزش برای حفظ و رشد زبان فرهنگ توجیکی در سمرقند که در برابر بخارا از گهواره‌های تمدن چندین هزار ساله مردم توجیک اعتراف شدند جزا دادند.